آقا سلام علیکم برای بچگی. تو اینستاگرام یه دونه نظرسنجی گذاشته بودم که آیا من تیونینگ موتور بگیرم کلیپشو یا نه. همتون گفتین آره 100%. خیلی دیگه حالا رأی بالا بود. منم گفتم به روی چشم بریم کلیپشو بگیریم بذاریم یوتیوب. در این کار شما نیاز به یه دونه پاکشتی دارید. توی همچین موضوعی خیلی ساده، یه جورایی سوبر خودمونه. کاری که ما میخوایم امروز بکنیم اینو مشکی کنیم و حالا با چسب برق روی گلگیر و روی بدنش هم یه طرح اوکی بندازیم. احتمال 99% این آینه هاش هم که پوسیده دیگه، هم یه رنگ بود. ما سواره، به خاطر همین ما سوار موتور میشیم. رو جک میاریمش روی و میشیم باشه که باد نباشه. میذاریمش روی جک و حالا برو بریم که کارو شروع کنیم. این کار ما نیاز به چی داریم؟ 2 آچار تنده و یه رنگ. چسب برق هم اونجا هستن، من ببینید یا نه، ولی خب بریم که کارو شروع کنیم. آقا برو بریم که کارمون شروع کنیم. اول سویچ رو روی 1 باز میکنیم، صندوق رو میزنیم، اولیناشا رو بیرون میاریم، اینو باز میکنیم پیچه. و خیلی دقت کنیم پیچه رد نکنه تو آچار. موقعی که پیچ رد کنه تو آچار قشنگ یه بگاهی بزرگ پیش میارید. اینو باید خیلی دقت کنید. این تا یه جایی که شل کردید آچار رو میذارید، پیچو با دستتون باز میکنید که بتون راحت این لق بشه. اگر ببینید نگاه، این لق میشه. پیچو توی صندوق میذارید یا توی همون باز، آچار تنده ها میارید و این 2 پیچ، این 2 رو یکم سفته باز میکنید. این 2 پیچ هم که راحت بتونید این پشتیه رو در بیارید و حالا به سلیقه خودتون یا رنگ کنید یا اصلا نباشه به چیز دیگه بذارید. حالا خب این خیلی خوبه، هم میتونید برای جک گذاشتن براش استفاده کنید و هم برای اینکه حالا یک نفر پشتتون میشینه جا دست داشته باشه. من به یه چیز برخوردم، این 2 هم 2 پیچه، اینا رو هم باز کنید. نگاه، این شل نمیشه، اینو باید حتما باز کنید که این 2 رو قشنگ بتونید بیارینش بیرون. حاجی سازنده این فقط پیچ و نوپیچ گذاشته ها. نگاه، ما این 2 رو باز کردیم، این کامل باز شد اومد اینجا و حالا فهمیدم اینجا هم یه پیچ داره. این قفله رو باید باز کنیم حتی با فنرهایی که زیرشه تا بتونیم اینو کامل باز کنیم. 2 پیچ هم اینجا و اینجاه، یا باید اینا رو هم باز کنیم تا بتونیم اگر خدا بخواد این باکس رو در بیاریم. حاجی همونطور که میبینید این موتور رو دم و دستگاه و تشکیلاتشه. باکس رو هم در آوردیم، اینو هم به راحتی درش میاریم و دیگه رنگش میکنیم. ما اسپری رنگ رو برمیداریم، ولی البته برای اول این 2 گوشه ها میخوام رنگی نشه، رخ کار اوکی باشه. این 2 گوشه ها رو با یه دونه چسب برق اول میپوشونیم که رنگی نشه. این 2 رو با چسب برق پوشوندیم و الان دیگه موقع رنگ کاری. البته اگه رنگمون برسه، چون رنگ خیلی کم داره. ما اینجا نوشته خوب تکون بدیم، ما نمیشه بندریش کنیم. خب آینه که باز کردیم رنگو حتی خیلی دلم میخواست مشکی مات باشه. اونجایی که رفتم بگیرم رنگ مشکی ماتو نداشت، زنشو بایدم. این برش هم باید یه جوری ثابت بذاریم. حالا اشکال نداره، اون برش هم دوباره رنگ میکنم. پارکینگمون هم به از زدیم، همه جا رنگی شد. ولی به
چیکارش کنم؟ میخواست پارکینگ نسازی والا. آقا این به اینجا رسید دیگه، بذاریم خشک بشه اینو رنگش کنیم، ولی خب هنوز آینه ها مونده. حالا اینو آینه رو میاریم که آینه رو هم یه رنگ واه حاجی چه خوب میشه، پشمام. رخ کاری بهش میده. حالا باید موتور رو بیاریم با چسب برق روی گلگیر رو این بغلا رو یه طرح خیلی اوکی بزنیم. ظاهر منو نگاه، بالا شمال سیبری، پایین سوار هوایی، تازه بادم پای نایکی. بابا بنازم حاجی. ما باید این دوتا رو بذاریم تو هوا، یعنی ما نگاه حاجی آنچنان بدم نشد، یعنی اوکی شد. ولی خب بکنم چسبا رو بد زدم. نه اوکی حاجی، اوکی شد. فقط مونده اینجا رو هم من 3 تا چسب بزنم یا بالا زد. به نظر من که بدنش نشد. آقا حدودا اینا دیگه خوش شدم. من دیگه اینا رو میارم بسش میکنم که دیگه روی خود موتورم خوش بشه و اینکه دیگه حالا ببینیم رخ کار چطوری میشه دیگه، بریم با هم داشته باشیم. حاجی به اینجا رسید دیگه، چسبندگیش یکم کمتر شد رنگه، ولی خب آینه هنوز چسبندگیشو داره که اصلا اینم کمتر شد دیگه. حالا بریم بچسبونیمش ببینیم چطوری میشه. آره عالی عالی. آره شیراز زمستون همینجوری. آقا ما اولی کاری که میکنیم چی رو ببندیم؟ قفله قشنگ بگیرتش ثابت میتونیم راحت ببندیمش. شاشو آقا ما گوشیمون خاموش شد، یه مورد گم کردیم، این خود دیگه مجبوری باید ببندیمش. اونایی که پا کشی دارن خیلی حواسون به این پیچ و موردی باشه، یعنی یکیش نباشه قل لغ نمیخوره زیر پات. ما چی باید دوتا هم میشه زیرم طرف هم باید کشش نمیشه.
خیابون یهو می‌بینی جفتمون رو زیر موتور داره به 125 همینجوری وقتی پیچ مال زینو ببره تو دست اندازی کلا زینو بلند میشه. نگاه 125 را کلا یه پیچشو باز کنی بگاه. نه دیگه. اصل میشه اصل. همین الان اصل باباشه. فرانس باباشه. بابا سکسی. برعکس فرق نداره. تو باید مورو سفتش کنی. این دیمیدی اشتباه کار کنه. خب بله آنسته. ولی زیاد داره نرو. چه آدم ها داره ولی زیاد نرو. آدم لطفی. تو تو کمی؟ نه نه یا تمامیه. آخه دیگه تو چه هست؟ تو چیزی درست میکنه. چه حرکتی من دارم میزنم؟ هیچ. یه چرخ با پاکشت. اسپای نداریم مگه رو میزنیم. با پاکشتی هم دایی میشه. کیلومتری. مسافتی میزنیم. کیلومتری دایی میدی. تنظیم شنبه که اصل شه. اصل نام اصل. سر رخ کار یک. آقا اینم شد رخ کار. ولی حاجی چه خوب شد پشمام. اینم از رخ عقبش. فقط عقبش یه چسباشو نکندی که اونم یه چسب سینم درستم رنگو خراب شه که شد. حالا بعدا میام این رنگش میزنم. این هم یه چسبش. ولی حاجی اصلا رخ عالی. اینم موتورهای ما. سینا خود آکیلی چیه؟ میگه سینا بیا بخور از اینا. شکلات دارم حالا ببین. دیگه داشه من ویو. همین 100 تا باهاش رفتیم یادته؟ 95 تا رفتیم سینا باشه. ولی آقا اینم رخ کار. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. آقا حتما لایک کامنت اینا یادتون نره. اگه خوشتون اومد سابسکرایب هم بکن. من چنل اینستا میذارم. چنل اینستا حالا دیگه توی استوریا هم که بهتون خواستم از این ویدیوها بسازم بهتون اطلاع میدم. ولی خب در هفته احتمالاً 2 تا از این ویدیوها داریم. اینم داستینای گل فیلم بردارمون. عشق من دمتون.